شما بخیر مردم شریف تاجیکستان. در ویدیو دینگینه با جای 2025 2026 افتاده هستم. بخشش بسیارت خندیده. بیمون ایجا میخنده. Шолковский метро. Йодам просто так гавназися, йодам делари шаткиса. Через Верховный суд. Иш через генерали, иш по дига макомат. Дар Шолковский метро любой делара решат мекунад. Сиганский рынок. من یه چیزی نمیفهمم. این روز که افشین را زورش فقط با سرویکه میرسیده باشن. که بوتا نمیدیده باشن مترو Шолковский را. این ایجا главный پارلمان شونه. جلالبک وانجی. جلال نه. ادمی که ایجا ایسه جلالش میگه. من در نام و فامیلم اوچسواش پیوات میکنم. وقتی که من نام موندم من خیلی توخیره میروم. جلالبک وانجی قطعی ماشینیک بخطوی گفته بود که سقفای بعد برادر رو بار میکنن اقی ماشین میارن با من میدونم چیکارش کنم بعد میبرم ایشو میدم در شبکه اجتماعی. وقتی که من دیدم شون من حیران شدم که من میدونم در متروی Шолковский یادمو چیکار میکنن талпа любой کار میکنن. черный рынок در عصر 21. на самом деле برای من رفتگی نمیشه. но برادری جلالبک میگه که تو ایوب دروغ میگوی. تو یوریست تو را همه میشناسه. ایزون نمیکشی. گوش میکنی. خوردن برای چی خطی همو وا خوردن خطی به خطیوه همو اکتون چه خیلی وا خورده است خطی به خطیوه وا خوردگیه یا دا بچه کلونه تختم یوریست میگه بگه ما یوریست بگه تماشا که ما ویدیوشا با این میره برای خودت بگه ما ویدیوشا نموندن نبودم میمونم چه خطی به خطیوه وا میخوام بگه بگه من آدم حق میگم نو حق رو میگم که هم بچه حق میگه فهمیدی بله من با خودت حالا چی نگم میتونم وقت گپ بزنم میگم نو حق میگه نمیاد سوال ما را جواب ندادین که ما فهمیدم من همین حوز ادمیت میکنم برای چی به خطیوه خطی وا خوردن اکا ایوب من اگر ایمو حوالی برودم امیت میگم حق میگه بله مگر یک در کامنتار یک گپ بعد فقط لایک زاگی من میگم خودت نمیاد سوال ما باز همین حوز من افیر ادمیت میکنم برای چی قطعا به خطیوه وا خوردم آدم خود زدی ساکن من تای کردم نه خیلی کردم وای خیلی کردم یک گپای کی یعنی یک چیز است تو بگر وقت هستی اما اکد نشود و درد میشود جلال آمد در نظر دارم همون رو بگوش که برای چی خطی به خطیوه وا خورد ما همین ویدیو رو ما ادمینیت میکنیم خطی به خطیوه چی با وا خوردن او چایمو حیا تمام بگم من به ناموس نیستم گوش کن اکا بله من به ناموس نیستم با نام الله بگم اکا بله من یک جونا یک ترما بیدت من لیش فرزند پدرم نو حق بیدم ببره با نام